با تأسیسیابی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان 28 سال پر شد. به این مناسبت صبح امروز سنه 8 دکبر در تالار کاخ سوختیانی شهر خوجند چهاربینی تنتنوی با اشتراک معاون رئیس ولایت سوخت دوران زاهدزاده، رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوخت ظفر اسماعیل زاده و رئیس شهر خوجند فردوس شریف زاده برگزار گردید. همچنین در چهاربینی سابقه‌داران، اعضایان حزب و کارمندان کسب و کار گوناگون اشتراک نمودند. تاکید گردید که با مقصد تجلیل سزاواری 28مین سالگرد تأسیسیابی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان حالا در تمام گوشه و کنار کشور از جمله شهر و نواحی ولایت سوخت تشکیل و برگزاری چهاربینی‌های گوناگون ادامه دارد، زیرا سهم حزبیان در تأمین زندگی شایسته مردم نظر است ارزیابی کرده می شود. امروز این حزب نیرومند جامعه تحت راهبری خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، رئیس معظم حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان محترم امام علی رحمان با پیاده ساختن هدف‌های آیین‌ناموی و برنامه‌ای خویش مردم را برای سازندگی و بنیادکاری و پیشرفت و شکوفایی راهنمایی می‌کند. تجلیل این رویداد بزرگ مسئولیت ما فعالان حزب را در راه تحکیم صاحب استقلالی و وحدت و یگانگی باز هم بیشتر می‌نماید. همایش حزبی تحت عنوان نقش و مقام حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در تأمین زندگی شایسته مردم برگزار شد. معاون رئیس ولایت سوخت دوران زاهدزاده هنگام سخنرانی اشتراکچیان همایش را با 28مین سالگرد تأسیسیابی حزب از نام رئیس ولایت رجبای احمدزاده تبریک نمود و تاکید کرد که نقش کارمندان و اعضایان حزب در پیشرفت و تطبیق حزب خیلی نظررس بوده. فعالیت آنها در تربیت جوانان و نسل نورس نیز خیلی مهم می باشد. تجلیل 28مین سالگرد تأسیسیابی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان از نام معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت محترم رجبای احمدزاده تبریک و تهنیت نموده با کل اعضایان و جانبداران این تشکیلات با نفوذ سیاسی کشور صحتمندی، نیروی اراده قوی، روزگاری پرفیض و خانه آباد و در اجرای رسالت پرشرف موفقیت را تمنا می‌نمایم. همایش حزبی به مناسبت 28مین سالگرد حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان بیش از 1 ساعت دوام کرد. در آن بیشتر از فعالیت حزبی مذکور و نقش حزبیان در پیشرفت ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق کشور سخن کرده شد. تاکید گردید که حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان یگانه نیروی سیاسی است که فعالیت منتظم و بی‌تنفس دارد. حالا مسئولین حزب با استفاده از راه و واسطه‌های معاصر تکنولوژی‌های سیاسی توجه مردم را به خود جلب نموده برای سزاوار شدن به باوری آنها تمام قوه خود را به خرج می‌دهند. همه شما حاضرین گرامی و در سیمای شمایان کل مردم صاحب نظر و وحدت شیار شهر باستانی خوجند را با روز تأسیسیابی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان صدقاً شادباش می‌گویم. واقعاً هم در آرامی و ثبات سیاسی مملکتمان حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان چون حزب آرمانی و واقعاً هم مردمی نقش کلان دارد. این تشکیلات از روزهای اول تأسیسیابی خود تحت راهنمایی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت محترم امام علی رحمان موقع رعیت پرورانه را پیش گرفتند. با برنامه‌های مکمل خود در بهداشت وضع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و معنوی مملکتمان سهمی باسزا گذاشته است. در ادامه چهاربینی یک قطار سابقه‌داران، فعالان و اعضایان حزب با سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی شدند. همچنین در این روز به چندی از اعضایان نوی حزب شهادتنامه سپاریده شد. چهاربینی تنتنوی به مناسبت 28مین سالگرد حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان با برنامه کلونی فرهنگی ادامه کرد. گزارش فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.